زمین لرزه 5.4 ریشتری خوی در آذربایجان غربی بیش از 12 پس لرزه داشته است. سلام، خیلی مخلصم، ارادتمند شما حامد تبریزی هم. شما این ویدیو رو فکر کنم از صفحه یوتیوب هم ببینید کنار دوستان عزیز آقا مهدی امینی، آقا مسعود، آقا مهدی تبریزی، داداشا داش عباس، سالار، امین، علی داداش، کسی داداش، آقا امید داش بزرگم. بچه‌ها دارن زحمت میکشن، خیری به کوه کرج هستن واسه ما تون آوردن. آقا ما یه 2-3 روزی هست داریم وسیله جمع می‌کنیم. قراره الان ما راه بیفتیم بریم سمت تبریز، 1-2 روزم تبریز اسکان داریم، بعدش هم میریم سمت خوی. این ویدیو رو هم همینطوری دارم میگیرم به یادگار بمونه. زیاد ما قید و بند این نیستیم که این کارامون رو به تصویر بکشیم، ولی خب شاید 4 نفر ببینن انگیزه براشون باشه که کار خیر کنن. دم تک تک رفیقامون هم گرم که این 2-3 روز مثل کوه پشت ما بودن و الان هم داریم میریم، با ما دارن میان. دمشون هم خیلی بیشتر از من زحمت کشیدن. یه تصویری هم از داخل بگیر که چقدر این مردم ما خفنن، این همه کمک کردن، کلی هم کمک‌های نقدی کردن. آقا خیلی مخلصم، اومدم نازی آباد فروشگاه آرجی کالکشن. داش احسان عزیز توی شهرک ولیعصر به ما 100 تا تیکه کردن بیشتر. یه بسته‌ای واسه ما اومد از بازار بزرگ تهران، 100 تا اینا 100 خورده لباس بود، هودی مودی بود. آیدین عباسیان یکی از عمده تقریبا 40-50 تا پتو، بالا پول نقدی هم واسه ما جابجا کردن ها. 40-50 تا پتوی نو بلوا واسه ما خریدن که ما کلی لباس زنونه و بچگونه و مردونه و نمیدونم کفش شده. همونطور که می‌بینید ما توی پلیس راه بستان‌آباد متاسفانه بنزین تموم کردیم. تا مهدی اینا برن بنزین بیارن ما آهنگ گوش دادیم، باتریمون هم خوابید. بچهای نیرو انتظامی، بچهای خوب شهر تبریز همشون نگه داشتن تا به ما کمک کنن. الان می‌خوایم باتری به باتری کنیم، کابل نداشتیم، زحمت کشیدن کابل آوردن. دمشون گرم، مرسی. توی تا خراب نمیشه. این هیوندای چیکار کنه؟ این ماشین دومه. همین آقا اومدیم تبریز، الان ما تبریزیم. میخوام نشون بدم به کل ایران که مردم تبریز چقدر مشتی هن. من ترک تبریزم، افتخارم همینه. و سلام. اینده تبریz Sahra Lale meydanı İmam Hüseyin'de gözettiğim lazım. Ne kadar elinizden gelir Allah'a göre. Burada sizin mesailinizi təminləyəcək, sabah gələcək xoya. Sabah ya bir gün. Allah'ınızı öpürəm, qədəmlərinizə qurban olum. Gözettiğim, mersi, yaşasın. Mersi. آقا امروز روز دومی که تو تبریزیم داریم دیگه کمک‌های مردمی رو جمع می‌کنیم و اینکه این آقا شاکی بود به خاطری که اون آقا وایساده بود. انشالله که دست پر بریم. خوب ولی این آقا رو زد با ماشین. نه می‌بینیم مردم تبریز توی رانندگی یکم حساسن. اگه کسی به حقشون دست رازی کنه با ماشین می‌زنن. یه همچین چیزایی قانون yok. Abi, خسته نباشی. سلامتی سلامت محمدی بسن بفرست. ایرانی‌ها تو سلامات فرستاده اون دنده اوله رو میدن. الله من نمیدونم چرا آخرشون هیچ کی نمیگه. خدا یادشون میره بکنم طولانیه. آره الله کمک آقا خیلی مخلصیم. دم مردم میگم واقعا دارن جون و دل کمک میکنن. تا حالا نزدیک 200 میلیون پول جمع شده. خدا قبول کنه. 300 میلیون 100 تومن هم امروز اومد. 300
داداش الان توی چهارراه لاله تبریزیم. الان داداشون مثلا قند به ما داد، دمش گرم، خدا قبول کنه، انشالله که خیر ببینن تو زندگیشون. بچهای تبریز نه اینکه من ترک تبریز باشم، واقعا مشتی هم همیشه بودن، هر موقع کمک خواستیم بودن، مثل کوپشون بودن. الان هم تا شب اینجاییم و قرار کلی اتفاقای خوبی بیفته اینجا. مرسی آقا عباس، خسته نباشی. شکرم. ممنونم آمدی مخلصم. آقا دمتون گرم. سلامت باشید. دمتون گرم. ما دومین روزیه که توی شهر تبریزیم. الان اومدیم با بچه‌ها نهار بخوریم و دوباره بریم اون لوکیشنی که بچه‌ها چادر زدن و داریم وسیله‌های مورد نیاز رو جمع‌آوری می‌کنیم. و اینکه خیلی هوا سرد، اومدیم توی این همه یخ آب نشده، گوش‌های من داره گز می‌کنه. چی شده؟ آقا بابک، بچه‌های تبریز، بچه‌های خیابون لاله خیلی زحمت کشیدن، خدا قبول کنه ازش. دست شما داره. آقا مهدی یه خبرم شما بدید، چه کارایی کردی؟ چه اتفاقایی افتاده تا الان؟ چه اتفاقی قرار فردا بیفته؟ من یخم هنوز باز نشده، خیلی سرده. انشالله الان وسیله‌ای هم که تهران کرد جمع کرده بودیم راه افتاده بیاد، فردا صبح میرسه اینجا و بارگیری میکنیم، همه رو داخل پلاستیک تفکیک میکنیم و ببریم دست مردم درد کنیم. دستشون درد کنیم. همینطوری آقا کرم مخلص بیاده. همینطوری داریم کمک‌های مردمی رو جمع می‌کنیم که انشالله فردا صبح بریم سمت خوی. 2 روزه تو تبریزیم، چند روزم که دیالا تو کرج داشتیم جمع‌آوری می‌کردیم. دم این مردم مهربون و خونگرم تبریز و این هستن ما هم دیگه همشهریای خودم هم هستن، دمشون گرم واقعا. ما رو تو این 2 روز واقعا پرچم‌داری کردن، خوششون بودن، دمشون گرم. خیلی واقعا خونگرم با عشق مردم تبریز. آقا ما داریم وسایل رو تفکیک میکنیم، یعنی آب معدنی میره توی نیسان، مثلا نون میره توی نیسان، نمیدونم خوراکی و فلان و مثال بچه‌ها دم تک تک بچه‌های تبریزی حرف. ما از کل ایران کمک گرفتیم ولی خب بچه‌های تبریز اینجا دیگه بسیج صد ما بودن، یعنی کمک رسانی صد ما بچه‌های تبریز بودن. دست تک تک بچه‌های تبریز رو میبوسم که واسه من که نه، واسه خدای بالا سرشون دارن حال میدن دیگه، میدن و میگیرن دیگه. میگه برسونم. دم همه گرم. آقا مهدی امینی، مهدی تبریزی، نمیدونم علی نظری، عباس روزبانی، تک تک بچه‌ها، امین، سالار، همه دارن کمک میکنن، دمشون گرم. من 100 میتونم با 100 میتونم چه من باشه منظور 100,000 تومان میخواد در توانشون. میگه الان دیدم این لوکیشن این موقعیت و بچه‌ها دارن کمک میکنن، میگه 100,000 تومان من کمک میکنم به بچه‌های خود. حادثه باشه. همینطوری همه دارن کار میکنن. میگم دقت کردی هیچ کدوم 1000 تومان نگرفتن، فقط واسه خدا، واسه اون بالاییه از ته دل یه جور کار میکنن، آدم مثلا بغض میکنه ناموسن. دمشون گرم. سلام خسته نباشی. میدونی اگه این داشت متاسفانه اگه تو باربری اینا کار کرده باشی تجربه داری. ببین سری میدی نگاه ببینی حالا همونجور که مشاهده میکنید ماشینای بعدی هم اومدن و اینکه بقیه ماشینا که پرن میرن، ماشینا که تازه اومدن در حال پر شدن. آمه چی شد این ماشینای بعدی؟ آره ماشین آب معدنی داریم میزنیم به امید خدا.
یه بچه‌ها دارن همه جا دارن تلاش میکنن کار میکنن که انشالله دیگه الان امروز حرکت کنیم دیگه. به امید خدا آقا با لطف خدا با کمک شما مردم ما بارگیری کردیم. تقریبا 11-12 تا نیسان شد، یه ایسوزو شد. ایسوزو رو اینجا نداریم. داریم میریم سمت خوی، کم کم دیگه داریم میریم سمت خوی. خاک پاتون، من این دستای شما رو میبوسم. یه تا تعمو رو بگید چقدر ما نیسان جمع کردیم. خوی رسونده از دبره مرندوست بین خوی و مرند، بین مرند و خوی وایستادیم. یه دونه ترکای تبریز بهش میگن گرانمایی مورتا، البته ترکا بهش میگن، فارسا بهش میگن سیب زمینی تخم مرغ. یه دونه بزنیم فرس نان، یعنی نهار نخوردیم. حامد افتخار آذربایجان. اینو بزنیم و راه بیفتیم بریم به سمت خوی. بچه‌هایی که می‌بینی همه اونایی که زحمت کشیدن، یا راننده‌های نیسان‌ها یا رفیقای خودمونن. من زیاد صحبت نمی‌کنم چون صدام گرفت. بیا صدای لکس فورت. بیا داخل گرانمایی مورتا رو بهت نشون بدم. اینجا نگاه کن، یه کره میزنه که نزد. حالا از شانس ما یه کره میزنه زد. وایسا یه کره میزنه، یه تخم مرغ میزنه، یه سیب زمینی هم میندازه روش. برسن نای یه دام سیب زمینی نشون بده. از اینجا برداشته. بیا این برتر نشون بده که بچه ها دارن میخورن. آقا نیتون رو نگاه واقعا گرسنه این بچه ها دیگه خیلی مخلصم. الان ساعت 9:50 است. ساعت داره میشه 10. ما یه ورود زدیم، بچه‌ها گفتن نرید. ما یه ورود زدیم داخل، رفتیم داخل شهر خوی، خواستیم بریم سمت دهاتاش، دیگه اصلا واقعا نشد، اونقدری شلوغ بود. بعد ناآگاه رفتیم واقعا. الان میخوایم با آگاهی و با برنامه ریزی فردا صبح انشالله به امید اون بالایی صبح زود با بچه‌ها اکیپ اکیپ چند تا گروه به گروه با 2 تا نیسان دیگه اینطوری با ماشینا رو پشت سر هم دیگه راه نندازیم. 2 تا خیلی خستن انگار. اینا قطع کنیم، من باهاشون صحبت خصوصی دارم. بریم انشالله که نمیذارن حرف بزنن که بریم که انشالله بتونیم که این وسیله ها، این کمک هایی که مردم به دست ما رسوندن و به دست اهلش، به دست کسی که نیاز داره برسونیم. ما که با همتون تشکر میکنم باز از همه این رفیقام که منو تنها نذاشتن. تا دقیقه 90 ساله، تا آخرش که اینجا سر و سامون پیدا کنه هستن اینا. من برمیگردم تهران، باز این اکیپ اینجان اونقدر مشتی هم. دمشون گرم بچه‌ها. ما اومدیم الان پیش کسی که اشکمون رو در آورد. فضای مجازی یه ویدیویی پخش شد از یه خانم مسنی که داشت گریه میکرد و اومدیم اینجا که بگیم که آقا ما نمردیم دیگه. جوانای
مملکتمون به خصوص ترک زبونا غیرتشون اجازه نمیده که اشک به چشم مادرشون بیاد و اینکه اومدیم سلام عرض کنیم خدمتش، ببینیمش و همین دیگه. سلام عرض کنیم. Hoş geldiniz. Mənim gözüm üstə, başınıza dönədir. Allah sizdən razı olsun. Allah sizə kömək olsun. Allah sizə dayaq olsun. Siz bizə dayaq olursunuz, millətə Allah da sizə dayaq olsun. Allah həmişə başınızın üstündə olsun. Allah sizi millətə çox görməsin. Qurban kəsərdim sizi. Ağa, mən bir daha sənə peyamım var idi. Sən bir daha film sizdən pəxş oldu ki, rol yar گفتن hər kim o filmi gördü ağladı. Və İran به خصوص Türk millətinin oğlanlarının qeyrətində yoxdur. Anasının gözün yaşın görə və Allah sizdən razı olsun. Qurban olaydı. Narahat olma. Olub da ne millət üçün belə eləmişik da neyniyək da. Qurban kəsərdim sizə. Hamımızın ayıqlarınız ayağımasın. Qurban olaydım, ağlama. Sən də mənim əziz qardaşım ağlama. Sənə mən qurban olub gözlən yaşını. Ağlama başıma dönən. Allah sizdən razı olsun. Sizə qurban olaydım. Hamılığın buyurun çay çay için başınıza dönəydim. Qurban olaydım sizin ayaqlarınızın altında. آقا همونطور که میبینین این دختر بچه معروفیه که فیلمش تو فضای مجازی دست به دست شد، تو این چادر داشت زندگی میکرد، خیلی تو قنداق گرفته بود، مادرش فیلمش رو گرفتن پخش کردن، الان هم باز تو همین چادر داره زندگی میکنه خاطر شرایط بده خوی که همین امروز صبح هم زلزله اومد دوباره. خدا به داد واقعا مردم برسه. حالا بجز این کمک‌های مردمی الان باید خدا به دادشون برسه که بازم داره زلزله میاد. حالا اعلام کردن که باید تخلیه بشه. و این دختر خانم ما پیدا کردیم دوباره. چقدر خوشگله نازه، بازم عشق داریم میکنیم دیگه. چطوری؟ خدا سلامتش کنه. سفر کمک رسانی به زلزله زدگان خویم تموم شد. ما الان توی جاده تبریز زنجانیم، داریم برمیگردیم سمت خونه. دم همه اونایی که به ما توی این راه کمک کردن، حتی 1000 تومن برای ما واریز یا وسیله‌ای فرستادن، دمشون گرم، اجرشون اون بالایی بده، یعنی قراردادشون با اون بالایی. مرسی که تا این لحظه ما رو نگاه کردین. دوستی که همتون آمد تبریزی هم کلی عشق کردم. امیدوارم شما با دیدن این ویدیو حالتون خوب شده باشه. سرباز همتونم.